بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز شهدایی که به 22 برج 8 به ایران به خاطر کارگری رفته بودم و از طرف دولت ایران با ضرب گلوله به شهادت بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه هاتو ببینم. بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا. خجالت کشیدیم از اون چیزایی که در مورد این مردم فکر میکردیم. انقدر مهربون بود.